مرد اسب سوار حین سفر در بیابان دید که شخصی از شدت آفتاب و تشنگی رنج میکشد. دلش به حال اون مرد سوخت و از آبی که با خود برای راه گرفته بود مقداری به او داد تا بنوشد. بعد آنکه اون مرد آب نوشید، اسب سوار قصد کرد که این نفر را به اسب سوار کند. وقتی که این پیشنهادش را به او گفت، اون نفر گفت من باری هم به اسب سوار نشدم، چه شود که از اسب پایان شوی و مرا کمک کنی تا به اسب تو سوار شوم. مرد اسب سوار هم بیخبر از مقصد اساسی اون نفر از اسب پایین شد و کمک کرد تا اینکه اون مرد به اسب سوار شود و اون مرد برابر به اسب سوار شدن رو به فرار نهاد. صاحب اسب باشد از پس اون مرد فریاد کرد: ای ناکس، از این حادثه به کسی چیزی نگویی. دزد باشد خنده کنان گفت: تو در حال مصیبت قرار داری و شاید هم در این بیابان از بی‌آبی و گرمی مرگت فرا رسد. پس از شرمندگی چی میترسی؟ اون مرد باشد در جواب گفت: نه، من از شرمندگی نمیترسم، بلکه از اون میترسم که این حادثه میان مردم پهن شود و جوانمردی از بین برود.